قلقلک دادن کودکان شاید باعث خندیدن کودک بشه، اما این به این معنی نیستش که کودک داره از این کار لذت میبره. معمولا قلقلک شنیدن صداهای خنده و قهقه نوزادی تجربه شیرینی برای والدین هستش که خوششون میاد و لذت میبرن از خندیدن نوزاد و کودک، اما این به این معنی نیستش که بیاین کودک رو قلقلک بدیم و با این کار لذت ببرین، چون به خاطر اینکه کودک در اون هنگام نمیتونه احساسات خودش رو بیان بکنه و این کار باعث اذیت و آزار کودک میشه. قلقلک دادن باعث معمولا میتونه بر سلامتی جسمی، عاطفی و روحی روانی کودکان تاثیر بذاره. قلقلک در واقع انگار یک نوع شکنجه، یه سرگرمی است، یعنی یک سرگرمی هستش که همراه با شکنجه برای کودک هست، چون کودک نمیتونه احساساتش رو زمان قلقلک دادن بیان بکنه، بنابراین حس خیلی بدی برای کودکان هستش و معمولا این کارو دوست ندارن. برای نوزادان زیر 6 ماه که جدا خودداری بکنیم، به هیچ عنوان از قلقلک دادن استفاده نکنیم، برای اینکه ممکنه باعث، چون پوستشون حساس هستش، باعث تحریک پوستی برای کودکان در واقع بشه. یه سری از کودکان نشانه‌های نارضایتی دارن معمولا زمانی که قلقلک میدن، یعنی اینکه یه جوری چهره‌هاشون در هم میشه، از اون یعنی خودشون از شما دور میکنن یا از اون محیط دور میکنن، چرخش پیدا میکنن از اون از قسمتی که شما قرار دارین، یا اینکه چشماشون معمولا پر از اشک میشه و یا اینکه صداهای نارضایتی از خودشون تولید میکنن که این نشون دهنده این هستش که از این کاری که دارین انجام میدین به هیچ عنوان خوششون نمیاد. کودکان رو به هیچ عنوان قلقلک ندید، به خصوص زمانی که بچه بیمار هستش، یعنی بچه زمانی که مریض هستش و بچه داره غذا میخوره، یا اینکه زمانی که توجهش جلب یک مسئله دیگه و یک سرگرمی دیگه هستش، و یا اینکه نوزاد خوابیده است یا کودک خوابیده هستش، به هیچ عنوان این کار رو انجام ندین و قلقلک ندین کودکانتون رو. به جای اینکه نوزادان و کودکان رو قلقلک بدین و از صدای خنده هاشون خوشحال بشین و لذت ببرین، به جای این کارا میتونین کارهای دیگه انجام بدین و نوزاد و کودک رو بخندونین و لذت ببرین. مثلا بیاین بازی در واقع همون گرگم به هوایی که مثلا تو اصطلاح عامیانه بهش میگن، یا همون بازی تعقیب و گریز میتونین برای کودکانتون انجام بدین، یا اینکه میتونین مثلا برای کودک شکلک در بیارین، یا اینکه میتونین یک صداهای مثلا عجیب و غریب حیوانات رو در بیارین، چهره‌های بامزه برای خودتون درست بکنین که کودک نگاه بکنه شما رو و بخنده، و یا اینکه صداهای گفتم صداهای عجیب و غریب حیوانات بتون در بیارید و از این کار کودک مثلا بخنده و لذت ببره، یا اینکه کودکتون رو بغل بگیرین، کودکتون رو نوازش بدین، کودکتون رو لمس بکنین، باهاش صحبت بکنین، همزمان با کودک شما بخندین و از این کار میتونین چیکار بکنین؟ لذت ببرین، به جای اینکه بیاین کودکان رو قلقلک بدین و از صداهای خنده هاشون لذت ببرین و متاسفانه باعث آزار و اذیت کودکان بشین. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون.